بوق در 11 آموزش بذار، اینم آموزشش. بوق نصب شد روی پایه 2 تا سوکت داره، منفیاشو از خود بدنه بگیر، حالا انقدر شلخته کار نکنه، کاپشو بزن. اوکی. مثبتش هم یک کاپشو اینور یک کاپشو اینور با هم اتصال دارن ها. اینم میاد برای آفتاماده. شماره چند؟ پایه شماره 87 این بالا. این وصل میشه به این. اوکی. پایه شماره 30 که دقیقاً زیر اینه با هم دیگه فرق میکنه، این برق دائم از باتری میاد. درست شد؟ پایه شماره 85 رو ما یه منفی بدنه میگیریم. این منفی بدنه. برای تحریکش هم که از خود کلید بوق میاد، پایه شماره 86 فرق نمیکنه، 85 86 فرق نمیکنه. این هم که به اون وصل شد. ببین این هم عکسش این بالا گذاشتم، خیلی راحت. این پست هم بفرست برای همه دوستات که مشکل نصب آفتامات برای بوق دارن. به همین راحتی.